هنرمند شایسته تاجیکستان آوازخوان شناخته ترانه‌های تاجیکی و ازبکی اورونبک همداموف روز 2 فوریه در سن 76 از عالم چشم پوشید. مراسم جنازه و دفن هنرمند در زادگاهش جماعت سامانیان نویه جبو رسولوف دایر شده است. اورونبک همداموف 18 مارس سال 1946 در دهه سامانیان نویه جبو رسولوف به دنیا آمده است. او دانشکده آموزگاری شهر لنین‌آباد حالا دانشگاه دولتی خوجند را ختم کرده همه عمر خود را صرف موسیقی کرد. اورونبک همداموف در دوران شوروی با اجرای بخصوص ترانه‌های تاجیکی و ازبکی با سبک کلاسیکی معروفیت به دست آورد. بسیاری از ترانه‌های او به فوند طلایی موسیقی ملی عصر 20 شامل گردیدند. پسرش کمال‌الدین همداموف نیز پیشه پدر را پیش گرفت و حالا یکی از آوازخوان‌های مطرح در شمال تاجیکستان به شمار می‌رود. کمال‌الدین نیز مثل پدرش هم با تاجیکی و هم با ازبکی ترانه می‌خواند.